فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده گرامی پی از پیرانشهر پرسیدن که خودارضایی گناه هست یا نه؟ خودارضایی همه به اتفاق اینو میدونند و تمام عقلا اتفاق نظر دارند که کاری هست برخلاف فطرت انسان. الله متعال که این غریزه رو در وجود انسان قرار داده، راه حلی رو هم برای آن قرار داده که ازدواج هست. افرادی اومدند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتند که ما میخواهیم خودمون رو اخته بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردند جوانان را که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، هر کسی توانایی ازدواج رو دارد ازدواج بکند و هر کسی که نمیتواند ازدواج بکند روزه بگیرد، زیرا که روزه باعث می شود که این از حدت و از شدت غریزه جنسی در واقع کاسته بشود و این کار یک کار خلاف شرع هست و کار ناپسندیده هست. منتها اگر یک فردی واقعا در یک حالتی قرار گرفته باشه و در یک موقعیتی باشد که بین دو گناه مجبور هست یکی انتخاب بکند، یا مرتکب به زنا بشود یا اینکه مرتکب به خودارضایی بشود، در این صورت اخف الضررین همون خودارضایی هست. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.